گاهی اوقات مراجعین ما میگن که نمیدونم چرا اینطوریم. من اصلا مفهوم این رفتارم رو خودم متوجه نمیشم. نمیدونم چمه. اینجا جاییه که باید احساسات رو گوش بدیم و به این قضاوتی که در مورد احساساتمون داریم پایان بدیم. احساسات رو بشنویم. احساسات برای ما پیام دارن. شاید ترس‌های پنهان ما هستن که دارن اینجوری بروز میدن. شاید درخواست کمکی هستن که از در واقع وجود ما دارن نشأت میگیرن. و درمان از اون جایی شروع میشه که شما در مورد احساساتتون فکر میکنید و سعی میکنید که ریشش رو پیدا بکنید. و این فکر میکنید که آخرین باری که به احساساتتون گوش دادید کی بود و چه کار کردید؟